درود به شما. رجب میرزا هستم که پادکست های سامانه خبرنگار معاصر را پیگیری می نمایم. چون همیشه در برنامه های ما موضوع های مهمترینی وابسته به فعالیت ژورنالیستیک تاجیک مورد بررسی قرار می گیرد. این دفعه ما تصمیم گرفتیم وابسته به یک تمایلی که در حال افزایش است، یعنی استفاده منبع های آشکار نشده در مطلب های ژورنالیستی صحبت انجام بدهیم. وابسته به این به استودیو امروزه ما دعوت نمودیم خورشید عطاالله، راهبر مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، و مولا رجب یوسفی، خبرنگار رادیو آزادی که همین گونه طرز مسئله‌گذاری یعنی استفاده منبع‌های آشکار نشده در آنها خیلی زیاد است. و سوال اولین ما معلوم است که از طرز مسئله‌گذاری ما قانونگذاری تاجیکستان البته منع نکرده است. برعکس ماده 26 و 27 قانون درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخباری عامه به خبرنگاران اجازه می‌دهد که از منبع‌های افشا نشده استفاده قرار نمایند. اما به نظر می‌رسد که وقت‌های اخیر همین میلان خیلی در حال افزایش است. به نظر شما خورشید همین سبب در چی است؟ اولا سرچشمه معلومات افشا نشده از روی قانونگذاری در همون حالت اجازت است که اگر همون نفری که به اصطلاح عباره سرچشمه افشا نشده یا که سرچشمه که از گفتن نامش خودداری کرد استفاده میبرد، همون نفر در حالت ضروری معلومات برای سود پیشنهاد کرده تواند. تنها در همین حالت، یعنی که وقتی که من در روزنامه استفاده بردم که سرچشمه از گفتن نامش خودداری کرد یا که از گفتن نامش چی میکنیم با سبب های معلوم، در این حالت من باید دلیل و ارقام در روزنامه باشد تا که باید در حالت ضروری من به سود پیشنهاد کرده توانم. این از روی قانونگذاری است. یعنی ولی سرچشمه را در همان حالت روزنامه میتواند افشا کند که طلب خطی سود باشد. در این حالت شما گفته میتونید به سود پیشنهاد کرده میتونید که ها معلوماتی فلانی است درباره فلانی است یا که حجت داشته باشد پیشنهاد میکنید. این یک. ببینید ما سری مثلا طلبات قانون و دیگر چیزات اندکتر برمیگردیم. حالا همین جریان شما احساس میکنید که خیلی زیادتر شده است؟ بله خیلی زیاد شده است. به اندیشه من چند سبب دارد. اولا همون نشریه یا که همون رادیو یا که همون خبرگزاری یا همون رسانه با اون خاطر نام همون سرچشمه را فاش نمی کند که از گفتن نام همون شخص یا که همون تشکیلات، همون سازمان، همون وزارت می ترسد. برای چی می ترسد؟ برای آنکه دلیل کافی برای اثبات گفته‌هایش ندارد یا که همون نفری خودی منبع ندارد یا که رسانه ندارد. همون نفری که همچون سرچشمه استفاده می شود وی ندارد. برای آنکه اون نفر وقتی که یگان دعوا پیش آورد برای این اول اون اثبات کردن نکرد. یک وی در حالتی به خودش باور ندارد، به معلوماتی میدادش باور ندارد یا که وی امکان ندارد که همون دلیل تفتیش کند. در همین حالت وی البته همچون سرچشمه خواهش میکند که همچون سرچشمه افشا نشده باقی ماند. دوم اینکه در بعضی حالت ها مثلا در نشریه ها این چیز بسیار رخ میدهد، همون نفری که مراجعت میکند به این باور ندارد که بعد گفتن دادن یگان معلومات یا افشا کردن یگان معلومات زیر فشار و تضییق قرار نمیگیرد و به این باور ندارد. سوم در حالتی که این خیلی کمتر رخ میدهد، در حالتی که همون سرچشمه افشا نشده مقصد از فاش نشدنش تنها تحقیر، تهمت یا که طعنه زنی یا که بدگویی نسبت این یا آن شخص جداگانه یا که نسبت این یا آن وزارت یا ساختار باشد. من همین سه چیزا میبینم. خورشید عطاالله در اینجا چند سلسله مسئله را وابسته به موضوع بررسی ما پیشنهاد کرد. با کدامی از این عامل ها شما راضیید و با کدامی را مثلا رد میکنید؟
تشکر برای دعوت. خب اون چیزی که گفتن تقریبا درست است، فقط من یک سبب اساسیش میبینم که برای چه ژورنالیستان شما در آغاز گفتید که زیاد استفاده میکنن و این درست هم هست. یک سبب اساسی این است که گرفتن معلومات مشکل شده است از مقام یکم مثلا از مقامات رسمی و روزنامه‌نگاران مجبور میشوند که از تلاش کنن همون معلومات از منبع‌های بین‌نام دسترس کنن، چون وقتی شما یک روز دو روز تلاش میکنید با تلفن با هیچ کس حاضر نیست به شما معلومات در مقامات رسمی مکتوب میگن درخواست ژورنالیستی شما تا یک ماه بعد جواب میاد که اطلاع کنه میشد. در این حالت روزنامه‌نگاران تلاش میکنن که از منبع‌های بین‌نام همون اطلاع را پیدا کنن و البته همین چیز از یک جهت برای روزنامه‌نگاران خطر دارد استفاده از منبع‌های بین‌نام. شاید در پایان‌تر شما گفته گذارید که من فکر می‌کنم از ناچاری است، از ناعلاجی است، یا که این مقامات رسمی یک طرف. دیگر سببش این که من می‌دونم برای چه سال‌های اخیر مردم حتی از گفتن مشکل خودشان میترسن. مثلا میگن در فلان جا یک محله یک هفته شد برق نداره، آب ندارد، محلات دچار میشن. وقتی شما میگید که نامتان بیاد با نامتان صحبت کنید در نزد دوربین، میگن نه شما از نام ما گفتید مثلا محله گلابود فلان ناحیه یک هفته شد که برق ندارد، اینجا 50 عائله بی برق هستن. یعنی از یک طرف یکم بر علاوه اون سببی که استاد گفتن این است که گرفتن اطلاع از مقامات رسمی مشکل است به طور رسمی و به این خاطر مجبور میشن روزنامه‌نگاران از منبع استفاده کنند و دومی که برخی میترسن که مثلا از گفتن نامشون شهرونده عادی یا مسئول اون تشکیلات ها بعد شما مجبور میشید که بدون ذکر نام گزارش استفاده برید خبر معلومات. من میخواستم با گفتهای مولا رجب یک چیز رو اضافه کنم که اینجا مشکلی کاری روزنامه‌نگار و صفت یک نفره که هر روز معلومات میدهد این هم هست. اصلا اون معلوماتی که ما میخواهیم، اگر که ما خواهیم همون موادی که آماده میسازیم از روی اون و در قالب ژانر تحقیقات ژورنالیستی باشد، 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه هیچ گپ نیست برای دسترسی به معلومات. ولی شما هر روز معلومات میدید، شما حتما باید پگاه گویید که مثلا فلان کار کی کرد. برای همین یک گونه فشاری ویم هست، فشار روانی از جانب کارفرما هم هست که حتما باید همین خبر در کدام شکل نباشد دی این طرفی مثلا. و یک نکته دیگه مثلا همین حالت فشار در وقتی مثلا یگون حادثه‌های مهم سخت احساس میشد، مثلا وقتی در مرز مناقشه میشد طرف قرقیزستان هر نیم ساعت معلومات رسمی میداد، از این طرف معلومات نیست و از یک طرف هم کارفرما و از یک طرف دیگه خود اودیتور به یک نوع فشار میارن که برای شما نظر طرف تاجیکستان نمیگید. برای همین روزنامه‌نگاران تاجیکستان مجبور میشن از هر توازن با خاطر که اون طلبات اودیتور قانع کنن از منبع‌های خود مثلا تا حد امکان نظر جانب تاجیکستان هم گیرند، مثلا از حکومتی اصفهان نمیدونم از بیمارخانه و از جماعت چارکوی و واروخ. ببینید در اینجا یک مسئله بسیار مهم پیش اومد، یعنی که مسئله اعتماد. دائم مخاطبان با همین گونه مثلا حتی ما میبینیم بعضا که در شکلی مسخره‌آمیز حالا بعضی‌ها از همین حالت استفاده میکنن که یک منبعی از گفتن نامش خودداری کرد، همین یک نوع مسخره‌آمیز هم کردن. خب یعنی تا کجا اکنون با ما اعتماد میکنند؟ مثلا شما که در رسانه شما که زیادتر استفاده میشود، تا کجا اعتماد مردم زیادتر باقی مانده است؟ بله، اعتماد البته برای یک رسانه و یک روزنامه‌نگار چیزی اساسی است. و ما می‌بینیم که مثلا در رسانه‌های غربی از استفاده منبع خیلی کم است، خیلی کم می‌گنن ولی در رسانه ما من زیاد جزئی‌تر نمی‌خوام رفتم، ولی در عموم میگم که ما خیلی دقیق میسنجیم. مثلا خبری که از یک منبع هست ما با دیگه همکارا قسمت میکنیم که اونها هم از منبع خودشان سنجن تا از 3 منبع تصدیق نشود و رهبریت مطمئن نشود اون خبر پخش نخواهد شد. و تا حال نشده است که مثلا اون خبری از منبع ما پخش شده دروغ برآمده باشد. من باور دارم که اعتمادی خواننده عالم هست. اما واکنش میکنند مقامات مثلا تاجیکستان؟ بله، واکنش در حالت‌های علاهده هست. مثلا من چیز حیران میشم، اینجا فرصت است وقتی شما 1 روز 2 روز زنگ میزنید خواهش میکنید معلومات با ما دسترس کنید، خودداری میکنند، ولی وقتی شما از اون منبع بین‌نام اون معلومات پیدا میکنید دائمی مثلا 10 تا 1 ساعت دیگه اون معلومات پره در اختیار شما میگذارن پس از نشر. این طرفی مثلا هست مولا رجب، ولی بعدی گفتنهای زیادی من و شما من فکر میکنم که در مناقشه اخیر در سرحد همین مشکل تا یک اندازه حل شد.
مثلا در 3-4 روز اخیر هم از خشون‌های سرحدی، هم از وزارت حالت‌های فوق‌العاده، هم از دیگر منبع‌های دیگر معلومات در یک روز 3-4 معلومات پهن شد. این گویا که بعد گفتنهای ما فهمیدند کمبودی خود اصلاح کردند. اینجا گپ سر دیگر چی است؟ گپ در سر آن که به فکر من مشکل در سر به شکل کسبی پیشنهاد کردن نتوانستن معلومات است. در بعضی معلوماتایی که میبیاید مثلا تو میبینی که این مثل همون میبخشی جنگ زنها در بالای بام در قشلاق‌های به یاد میبرد. با طعنه‌زنی یا که با آنکه اون جانب دیگر بد است هیچ چیز حل نمیشود. در اینجا باید فکر دلیل رول بازد. کدام فکر دلیل چه این وظیفه همین رو مثلا شما در به قول مثلا اون چیز گفتین که جنگ اون چیزی که شما نامبر کردید همین در مطالب ژورنالیست و همکسبان ما و شما بیشتر میبینید یا در مثلا واکنشی که از جانب مقامات بعداً پخش میشود؟ بدبختانه هم در نوشته مؤلفان ما و هم در بعضی از واکنش مقامات. گپ در سر فقط اون حادثه‌ای که گفتیم نیست، گپ در سر آن است که در بعضی حالات وقتی که یک مواد تنقیدی نشر می شود 90% چینوونیکایی که مسئولی همین ساحه هستند اونها در پی اصلاح کمبودی نیستند، اونها در پی جستجوی فرمایشگر. در نظر اونها همین خیلی است که هر کسی که یک نفر که کمبودی گفت پس باید فرمایشی کسی را اجرا کرد به عوض پول حتما. یعنی که وابسته اگر به منبع‌های پوشیده یا آشکار نشده هم اگر صحبت کنیم اصل مسئله را در همین میبینن یعنی نهادها؟ بله همه نهادها تمام مقاماتی که زیر تنقید حتی عادی‌ترین مسئولی کدام جماعت و فکر میکنن که کدام نفر دیگر میخواد رئیس جماعت شود و از بالای او شکایت کرده است. او در فکر آن نیست که من واقعا کمبودی دارم همین کمبودی اصلاح کنم. نه در سطح جماعت ها، نه در شهر، نه در سطح رایون ها، نه در سطح ولایت ها در این فکر نیستم. فقط در جستجوی فرمایشگر. من یک چیز گفتن میدم بر علاوه گفته استاد که من شخصا طرفدار اون نیستم که از منبع‌های بینام زیاد استفاده شود. من در آغاز صحبت گفتم که رسانه‌های معتبری مثلا جهانی از اون رسانه‌های غربی در خیلی حالت کم از منبع‌های بینام استثنایی استفاده میکنن. ولی متاسفانه باید همون شرایط‌هایی که روزنامه‌نگاران به همین احوال آوردن میرسانه از جمله همون گرفتن اطلاع باید آسان شود که دیگر ژورنالیست احتیاج پیدا نکند که رو به منبع‌های بینام بیارد. سوال من وابسته به این است که آیا تا این زمان مثلا نهادهایی که از جانب شما مثلا انتقاد میشوند با منبع‌های آشکار نشده از جانب مقامات مثلا درخواست میشود که همین منبع‌ها را برای ما آشکار کنید یا با پیامدهای حقوقی مثلا شما را ترس دادن میشوند؟ من پورا در این باره نمیتونم جواب دادن چون که نمیدونم که واقعا همین حالت ها بودن. شخصا با من نبود. البته وقتی شما از منبع بینام استفاده میکنید گفتم میگن شما رو کسی مثلا زکاس کرده دیگر لیکن وقتی شما میگید که ما صدا داریم، ما ثبت داریم، حجت داریم، همه فاکتور داریم، شما واکنشتون پیشنهاد کنید ما پخش میکنیم، در اکثر حالات تا واکنش هم پیشنهاد نمیکنن. اونا در حالت اول مثلا تلاش هم میشود که ترسیدن شما اونو بردارید، لیکن در بودن که اون سوالی شما در رادیو زودی مثلا چگونه طلبا میشه چی میشه اینا من پورا نمیدونم چون من فقط درباره اون چه خودم روبرو میشم همونا میتونم گفتن. اون چیزی که شاید باشد شاید نباشد من دقیق معلومات ندارم در این باره. خوب شد. ببینید مثلا با مرکزی تحقیقات ژورنالیستی که چند نشریه و چند سامانه اینترنتی را هم فرا میگیرد آیا مثلا منبع‌های آشکار نشده زیاد مراجعت میکنن و با کدام مسئله ها؟ بله منبع‌های به اصطلاح بینام زیاد بله پوشیده میکنن. ولی گپ در سر آن است که در مقایسه مثلا با رادیو آزادی وقتی اونا مراجعت میکنند ما با اونا شرط میمونیم که مثلا وابسته به شکایت شما ما به جانب دیگر حتما مراجعت میکنیم و البته فکر دلیلی که اونو پیش میبیارن ما استفاده میبریم. بعد اون نفرایی که ما در مورد شکایت این یا آن نفر و اون مراجعت میکنیم و البته پیشکی علاقه میدوند که کی این شکایت نوشته است برای چی نوشته است. ما
با حتی موضوعی گپ شده اونو میگن که فلانی شکایت کرده است فلان فلان. بدبختی این که بعد 6 ماه یا که 7 ماهی گذراندن این تحقیقات و سنجش و آموزشی زیاد در بسیار حالتها اینا بین یکدیگر زبان مییابند، مسئله حل خودش مییابد و حتی چندین حالتهایی بودن که با من همون نفرایی که برای اول اونو مراجعت کرده بودن با آهنگ تهدید میگفتن که اگر یک مواد دیگر درباره همین موضوع نوشتی من از بالای تو به سود مراجعه میکنم. برای چه حالا که خودشون شکایت کرده میگم ما قضیه ما حل کردیم. این قضیه ها اصلا با چی ربط داره؟ پیش از همه البته چون در تمام تاجیکستان مسئله فروش غیرقانونی زمین یک، دوم مسئله بحث شرکت و کارخانه دو، سیوم مسئله در سطح وزارت و کمیته ها این مسئله یک اندازه آهنگ شخصی دارد، خوب یا بد بودن، لایق بودن نبودن این یا آن شخص به همون منصب. و چهارم مسئله این مسئله مثلا وقتی آخر زیاد شده است این شکایت از بالای معلمان، طبیبان که اصلا این مسئله بسیار وقت با یک زنگ تلفنی حل می شود و در همین حالات ها میخوان که آنها یعنی به اصطلاح همون منبعا نمیخوان که نامشان معلوم شود. نمیخواهند. برای چی وقتی که گفتن که همین خیل ما از پی همین مشکل شدیم، اونها عجیب این که همین اونها میدونن که کی شکایت کرده است، الکی میدونن که کی مراجعت کرده است. یعنی که در این حالت من نمیفهمم که برای چی اونها از گفته نامناسبشان خودداری میکنن. برای اینکه در دلخواه مثلا وقتی که تو گفتی از سرچشمه‌های نامعلوم استفاده بردی یا که در هنگام صحبت با جانب دیگر گفتی که بنابر گفته بعضی سرچشمه‌ها میگه اون سرچشمه نه فلان آدم یا فلان کارخانه یا فلان وزارت، اصلا معلوم است، برای خودی اونها معلوم است. و اون چیزی که مولا رجب گفت من با همین چی اضافه کردم که این مثلا وقتی گفت که ما بعضی فکر دلی استفاده می‌بردیم بعد اونها معلومات وسیع پیشنهاد می‌کردن، واقعا درست میگه، واقعا در ما هم میخیر است. این به نظر من یک گونه تصدیق کردنی نمیدونم گمان، شبهه یا که معلوماتی که اونها دارند از جانبش ما از جانب خبرنگاران که آیا همین دلیل، همین فکت، همین معلوماتی که وی داده است واقعی است یا نه. وقتی که ما این اثبات کردیم که این واقعیت دارد برای وی طرف پیشنهاد میکنن که ها من خیلی معلومات است، چون و در اول منفعت دار نیست همین اطلاع پخش شود. چون اونا وقتی یکم مراتبه که مراجعت میکنن ما همین گونه اطلاع داریم اونا اول میگن که نه دروغ است، این دروغ است. بعد که این آهنگ نشد شما میگید ما فکت داریم، آهنگ کمی تهدیدآمیز میگذارن، شما باید مرسود به میتی منبعتون آشکار میکنه. این هم که نشد وقتی پخش شد بعد دیگه معلومات پیشنهاد میکنن. در فعالیت شما مثلا مولا رجب احساس میشود حالتی که شما احساس میکنید یا بعدتر معلوم شد که همین منبع به خاطر به قول پستوید کردن شما این یا معلومات داد تا اینکه شما را در نظری مثلا خواننده، بیننده، مخاطبی شما یعنی که همچون منبع به اعتماد مثلا معلوم نکرد. بله من پیش از این سوال شما رو جواب دادن یک سرگذشت نقل کردم میخوام خیلی کوتاه. یک همکسبی سابقه دار ما که حالا دیگه فعالیت نمیکنن در رادیو نقل میکنن که یک نفر 5 سال به من معلومات میداد و معلوماتش هم درست بودن، ولی بعد 5 سال یک دو معلومات داد که اصلا اون معلوم شد که بعداً دروغ بودن. در این 5 سال من با اون اعتماد کردم ولی معلوم شد که اون دروغ در آخر به من دروغ گفت و هدفش هم از اون 5 سال معلومات دادن همین بود است که من یگان روزی که لازم شد قبلشون پسته بکنن. البته این تلاش‌ها برای همه روزنامه‌نگاران میشد، همه میخوان که مثلا اصلا که از منبر شما برای یگان مثلا رقیبش یگان آدم بد میدیدگیش استفاده کند، اون سیاه کند. این گونه تلاش‌ها در همه رسانه‌ها میشد، لیکن شکر تا حاضر موفق نشدیم. ما هر معلوماتی که میآید حتما از حداقل از 2 منبع دیگر 2-3 منبع تصدیق کنه، سنجیده، و اگر که کمی شبهه است خصوصا وقتی درباره مثلا خب مقامدار از خود دیگه شخصیت است کمترین چیه شبهه است که همین شاید دروغ باشد ما پخش نمیکنیم یا اینکه نظر اون حتما میگیریم که درباره شما همه خیلی گپ است که مثلا شما پاره گرفته یا دیگر چیز و نظر اون هم حتما پخش میشه. یک چیز عجیب است که مسائلی که وابسته به پول هستن اونها حتما در
ادامه خود چی دارن؟ جنجال دارن. پول یعنی چی؟ مثلا یک مثال، به نزدیکی ما یک مواد چاپ کردیم در مورد غیر قانونی فروختن یک خانه یک نفر آمد شکایت کرد که خانه من غیر قانونی فروختن. به قبل همون دفتر حوالیش حجت تکنیکیش همین حجتش آورد، اونا دادیم، گفتیم خیلی نابایست. باور میکنید تا آخر همین قضیه دو دفتر حوالی دیگر، دو حجت تکنیکی دیگر آمد در شکل اصل. بعد ما با پرکاتور مراجعه کردیم، خیلی سالهای جنگ میگن خیلی بود، خیالات بود. نه تنها این، بعضی زمین های هستن که 6 مراتبه 7 مراتبه به آدم فروخته شدن. در انجمن حزب دموکرات که ما و شما در اونجا حضور داشتیم، از جمله رئیس حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده وابسته به شهر وحدت گفت که یک کمپیر با او مراجعت میکند 3 مراتبه با او حجتی زمین میدن و بعدا معلوم میشود که این قطعه زمین ها به نام دیگر الکی. بله، این گونه حالات ها خیلی زیادند و بدبختانه سرچشمهش همون زمان جنگ شهروندی است. در اون زمان به حقوقی و به قانونی بسیار زمین ها چندین مراتبه فروخته شدند. البته فروختن زمین در تاجیکستان قانونگذاری منع میکنه، اجازه نمیدهد فروختن زمین رو، اما در شکلی مثلا اما در اصل وجود داره. باید ما هر کاری که میکنیم گویا که مثلا ما منبع‌های را استفاده میکنیم که از گفتن نامشون خودداری میکنیم با آن خاطر که کدام یک واقعیت هایی را میخواهیم به مخاطبان رسانیم. یعنی هدف ما در نزد اودیتوری یا مخاطبان نشان دادن با اعتمادی خدمات و واقعیت نگاری خدمات است. اما طوری که اشاره شد در ابتدا هم امروز برعکس تا اندازه هم در شکل مسخره آمیز و هم در شکلی مثلا از جانب اودیتوریا تا اندازه به ما بی‌اعتمادی احساس می شود. به فکر شما سریع خوب در اینجا گفته شد یک مسئله که مثلا پیشنهاد کردن معلومات، دسترسی به معلومات، تامین نمودن دسترسی به معلومات، این یک مسئله. باز کدام مسئله ها وجود دارن که همین مسئله منبع های آشکار نشده خیلی حداقل در شکل باقی ماندن که تا چند سال قبل بود. از تجربه خدا میگم یک زمان اگر یاد داشته باشید نامه های به امضا انانیم به نام خیلی زیاد بودن که بعدتر در ژورنالیستیک تاجیک نام فابریکه جواب گرفتن. وقتی که این مواد می اومد و دنبال اون زنگ میزدن که همین مواد چاپ کردن نکن، من میگفتم نه، و شرطی که همون نفری که مواد نوشته است با نسخه پاسپورتش با امضای خودش بیاد، در همین حالت من چاپ میکنم. من به نام یا از نام کسی دیگر کدام کارمند شما چاپ نمیکنم. و همینطور ما خیلی زیاد چی میکردیم و به اصطلاح تا یک اندازه خیلی از چهره های معروف در فابریکه جواب هم شناساندیم به خوانندگان و در ادامه به اون نایل شدیم که شخص به نام به ما مراجعت نکند. این یک راه پیشگیری است به فکر من. بعد دوم این که فرق گذاشتن نکن در بین تحقیقات ژورنالیستی که وقت میخواهد و در بین خبری که همین روز باید مراجعه خبر روزمره بده، باید فرق کنون نکن. برای انا همین هم البته برای اینها دشوارتر است حتی از تحقیقات ژورنالیستی، برای که اینها باید معلومات دیدن حتما همون روز باید دیدن. لیکن در ما مثلا 5-6 ماه مرحمت، در 5-6 ماه ما حتما معلومات به هر توضیح باشد میگیریم. مثلا ما همین روز یک خبر خواندیم از رادیو آزادی باز هم درباره قضیه عبدالستار پیر محمد زاده و ببینید در یک خبری خیلی مهم که جانبی مثلا پیوندان عبدالستار حتی از گفتن نامشان خودداری میکنند. یعنی حتی در یک قضیه‌ای که علاقه ماهیت سطح اجتماعی دارد، جمعیتی دارد، جامعه میخواد در این باره داند، اما حتی پیوندان مثلا آدمی پشت زندان بوده نمیخواد که در این باره صحبت کنه. حتی پیوندان مالش، حتی وکیل دفاع، این تجربه رو سال پیش حداقل وکیلان دفاع درباره طلب پروکورور درباره بعضی جزئیات های همون مرافع صحبت میکردن با رسانه‌ها.
لیکن حاضر وقتی که مثلا با وکیل دفاع در همین قضیه شما زنگ میزنید میگه من نمیدونم این چیست. شما خوب خبر مهم است باید به جامعه رسانده شد. حتی سودیه دادره اون اصلا بله خوب بله. دادرس اینا بجای خود بله. باز بجای خود ما از اونا خیلی دیگر امیدم ندارم، ولی از وکیل دفاع که منفعتدار است که منفعتدار باید باشد که همین معلومات پخش شد میگن من نمیدونم. در این حالت وقتی شما مجبور میشید از قبل پیوندان پخش کنید. و من در پاسخ به سوال شما یک نکته رو میخواستم اضافه کنم که چی باید کرد که همین کار شود. بر علاوه اینکه دسترسی اگر به معلومات خوب شد، بخصوص معلومات رسمی، من فکر می‌کنم این حالت‌ها خیلیش از بین میروند. حداقل معلومات‌های اولیه مثلا فلان شخص بازداشت شد یا نسبتش با فلان ماده پروانه باز شد یا نشد، این یک مسئله دیگر در رسانه‌های غربی این چیز هست و من امید میکنم در رسانه‌های داخلی ما هم همین یک ترتیب باید باشد که در کدام حالت استفاده از این منبع‌ها اجازه است. مثلا واقعه‌های بسیار مهم مثلا درباره مرز یا اون گپ میشد یا در مسئله نرخ ارد یک بار مثلا قانونگذاری این چیز مقرر کرده بله است. نه مثلا در این چیزی که مردم خیلی بسیار میخواهند دانستند که برای چه نرخ ارد مثلا خیلی 400 تومان شد، برای چی سوزشوار قیمت شد، این حالتا مثلا شما از دو سه منبع میتونید گرفتن. ولی مثلا من در حالتی که بحث دو طرف است اصلا قبول ندارم که منبع یک نفر میبینید میگه که خانه من فلانه گرفته ایستاده است شما اون پخش کنید، لیکن از اون من شخصا به این ضد هستم. مادام که اون نفر خودش حاضر نیست که از نام خودش مسئلهش گزارت، برای چی باید شما رو از نام منبع بینم. و در آغاز صحبت هم استاد گفتن که پگاه وقتی اونا سازش میکنن همون نفر به شما زنگ زده میگه این مواد پخش نکن، پخش نکن، حتی تهدید هم میکند پخش کنی مطور فلان فلان. برای این باید یک قاعده حتمی باشن که در کدام حالت اجازه میدهد که در رسانه‌های داخلی تایسان منظورم این چیز در رسانه‌های غربی است که در کدام حالت اجازه است از این منبع بینام استفاده کردن. به نظرم در همین حالت شاید یک کمی یگون بی‌بندوباری پیشگیری کرده می شود. من فکر میکنم که طوری که قبلا هم گفتم قانون ماده 26 این چیزا مقرر کرده است، یک و دوم همچنین معیارهای اخلاقی فعالیت کسبی که این میتواند هر رسانه برای خودش مشخص کند. در نهایت چی مسئله های وابسته به همین موضوع مورد بررسی ما باقی مانده است که شما میخواهید در همین صحبت آن را اگر اجازه باشند من یک نکته جمع کنم. به همین همکسبانمان خصوصا به همکسبان جوانمان همین چیزا گفتنی بودم که من میبینم بعضیشون بسیار هوس میکنن، فکر میکنن که مثلا استفاده از منبع بینام این یگون کاری بسیار عالی است و باید اونها حتما استفاده کنند. بعضی خبرهای خرد و کوچک هم از دور منبع بینام میرن. من تا خواهش میکردم که از این همکسبان جوانمان که تا حد امکان خودداری کنن از این منبع بینام، چون استفاده از حد زیاد منبع بینام شما گفتید که همون شاید یک بی‌اعتمادی را در ذهن اودیتور به وجود میآورد که اون فکر می‌کند که این ژورنالیست همین گپی نبوده را از نام خودش گفته ایستاده است. همکسبان جوانان من خواهش میکردم همین حد امکان خیلی کم استفاده کنن و وقتی که مثلا یگون نفر میاد شکایت میکند اگر یگون حادثه بسیار هم میبینید جانش در خطر است خب لیکن در بحث خانه و زمین دیگه چی میخواد که باید شما از نام اون صحبت کنید، باید قطعا رد کرد همین چیزا. خوشی من هم جانبدار آن هستم که با نظر داشتی طلباتی قانون درباره مطبوعات که طبق آن سود در حالتی درکاری میتواند منبع اطلاعات پرسد طلب نماید و طبق معیارهای اخلاقی ژورنالیستیکی ما حقوق معنوی نداریم از این چیزا. ما باید خودمان فعال شویم به خاطر هنگاموی نبودن موضوع به این داده نشویم و اینکه موضوع هنگاموی است به وی داده شده و بینام چیز استفاده نکنیم. هر چی که هست هر کس باید برای خودش جواب گوید و از همه علم آورش این که طرزی که مولا رجب گفت بدبختانه انسانی که مراجعت کننده ای که از حقوق شخصی خودش دفاع کردن نمیتواند و خواهش دارد که شما حقوقی وی دفاع کنید یا از نام وی گپ زنید، از او دیگه چی امید میگیرید؟ با اظهار سپاس از خورشید عطاالله راهبر مرکز تحقیقات ژورنالیستی تایستان و مولا رجب یوسفی خبرنگار رادیوی آزادی که موضوع منبع‌های آشکار نشده را امروز مورد بررسی قرار دادیم. در نهایت منم مثل یک لطیفه یک چیزی را
یادآوری کردن میخوام که زمانی در یکی از نشریه‌های تاجیکستان یکی از همکسبان ما که همیشه با امضای مستعار مینوشت باری مطلب نوشت و نشریه با امضای زیر امضای مستعار عکس او را هم پخش کرده بود. با این من چی گفتنی هستم؟ بیاید همکسبان گرامی، نباید هر یک مسئله جزئی را تا حدی مثلا منبع آشکار برد، نباید هر یک مسئله را به حدی افراد برد و نباید مخاطب را که مهمترین ما برای آنها کار میکنیم اعتماد را نزد آنها از دست داد. تا برنامه‌های من بعده برای ما نویسید که کدام موضوع ها را میخواهید مورد بررسی قرار بدیم. سلام باشید.